یه روز یه بنده خدایی به اسم پاندورا ایو به سرش زد که مدرن سونیک و کلاسیک سونیک رو بریزه توی مخلوط کن و هرچی از روش در اومد به عنوان یه کمیک بده بیرون. نتیجهش هم شد بازگشت به جزیره کریسمس که با استایل مدرن سونیکه، ولی ایشون و اوشون داخلش حضور دارن. کمیک اینطوری شروع میشه که دکتر اگمن سونیا و مانیک، یعنی همون خواهر و برادر سونیک رو که توی گذشته خیلی اتفاقی توسط سونیک به هیولاهای آبی تبدیل شدن، پیدا کرده و داره ازشون برای کارهای شیطانیش کمک میگیره. حالا این سونیک بنده خدا هم که تروماتایز شده و افسردگی گرفته و سر تیلز جیغ میکشه، باید با گذشتش روبرو بشه و اون بخش کوچیکی از خانواده‌اش رو که براش باقی مونده نجات بده. متاسفانه پاندورا ایو خیلی زود این کمیک رو متوقف کرد و گفت ترجیح میده وقت و انرژی خودش رو صرف چیزهای دیگه ای بکنه.